با سلام، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از آموزش‌های پایه‌های طالب. خب دوستان عزیز، تکنیکی که می‌خوایم الان، تکنیک‌هایی که در واقع می‌خوایم الان با هم دیگه کار کنیم، نشست‌های ترکیبی است. خب نشست‌های ترکیبی معبو و گنگو. خب آقا کوروش انجام بده یک بار. خیلی عالی. خب یه خورده سریع‌تر. خیلی عالی. خب دوستان، تکنیک معبو و گنگو ترکیب باید شوک، در واقع شوک و خیلی سریع انجام بشه. خب اجرا بکن. 1 2. خیلی عالی. خوبه. بعدی که میخوایم با هم دیگه کار بکنیم دوستان عزیز، حرکت ترکیبی گنگبو و نشست پوبو. خب آکروش انجام بده. 1 نشست پوبو. خیلی عالی. خب یه مقداری سریعتر با شوک. خیلی عالی. خب با سریعتر گنگبو و پوبو. با تشکر. ممنون. خیلی ممنون که تا اینجای برنامه ما رو تماشا کردید دوستان عزیز. ما رو از حمایت خودتون دریغ نفرمایید. سابسکرایب، زنگوله بارا رو فشار بدید، لایک و کامنت هم یادتون نره. ممنون.